سرخط مهمترین خبرها: علاوالدین عبداللهیف هنرپیشه شناخته تاجیک درگذشت. شاهده محمد جانوا را به سیزا انتقال دادند. و معاون رئیس حکومت روسیه گفت مهاجران بسیار کار میکنند و پول کمتر میگیرند. درود بیننده عزیز، امیدوارم که خوب و خوش هستید. این برنامه نوید بامدادی است. شروع میکنیم از یک خبر فوری که چند لحظه پیش به دست ما رسید. علاوالدین عبداللهیف هنرمند و حجم‌نگار شناخته تاجیک صبح امروز در منزلش درگذشت. خبری درگذشت او را مسئولین اداره فرهنگی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. سوسن شریفزاده معاون علاوالدین عبداللهیف به رادیوی آزادی گفت هنرمند 2 روز اخیر از فشار بلندی شکایت میکرد. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و با دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم. یادآور میشویم که علاوالدین عبداللهیف 57 سال داشت و زاده شهر بختری ولایت ختلان می باشد. عبداللهیف ختم کرده دانشکده فرهنگی به نام میرزا ترسونزاده بود و سالها در تئاتر شهر بختر کار میکرد. عبداللهیف 3 سال اخیر سردار ریاست فرهنگی ولایت ختلان بود. در نظر است که مراسم ویدا با هنرمند شناخته امروز در شهر بختر برگزار شود. شاهده محمد جانوا مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوا به سیزا انتقال داده شده است. محمد جانوا را روز 3 فوریه بازداشت و به همکاری با سازمان‌های ممنوع متهم کردند. نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد کرده میگویند که شاهده محمد جانوا را به خاطر تنقیدهای پسرش از کار مقامات بازداشت کردند. ایدیما محمد جانوا مادر شاهده محمد جانوا روز 16 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت 2 روز است که برای دخترش به بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه یا سیزا خوراک میبرد. پیشتر نزدیکانش گفته بودند که شاهده محمد جانوا در EVS ناحیه فردوسی نگهداری می شود. مادر شاهده محمد جانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 هفته از بازداشت دخترش تا حال او را ندیدند. خوراک میبریم، کارمندان سیزا میگیرند ولی او را به ما نشان نمیدهند، افزود مادر شاهده محمد جانوا. مقامات بجز از یک خبرنامه رسمی که بازداشت شاهده محمد جانوا را تصدیق میکرد دیگر هیچ شرحی نمیدهند. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان برای حمایت شاهده محمد جانوا وکیل مدافع جدا کرده است، ولی مسئولین این ائتلاف نیز از صحبت با رسانه‌ها در این باره خودداری میکنند. به گفته پیوندانش شاهده محمد جانوا به همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم می شود، اما پیوندانش به تکرار میگویند که این اتهام نادرست است. کشورهای غربی و کیف به ادعای روسیه در مورد بیرون بردن نیروهایش از مرز اوکراین باور ندارند. آنها میگویند روسیه همانا به تقویت نیروهایش در سرحد کشور همسایه ادامه میدهد و برعکس خوف حمله را بیشتر کرده است. واشنگتن پیشنهاد دومای دولتی یا پارلمان روسیه را درباره به رسمیت شناختن 2 منطقه جدایی‌های تحت حمایت مسکو در شرق اوکراین به شدت محکوم کرد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت چنین اقدام دغلانه زیر پا کردن قانون‌های بین المللی است. وزارت دفاع روسیه روز 16 فوریه ویدیویی را نشر کرده ادعا نمود که تانک‌ها و تکنیک‌های دیگر نظامی را از نیمجزیره قریم بیرون میبرد. روسیه سال 2014 این منطقه اوکراین را تصرف کرده بود، اما ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت هیچ گونه کاهش نیرو در مرز اوکراین مشاهده نشده است. استولتنبرگ در نشست 2 روزه وزیران دفاع ناتو در بروسل به خبرنگاران گفت برعکس چنین به نظر می رسد که روسیه به تقویت نیروهایش ادامه می دهد. وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت لندن تا به حال هیچ نشانه ای را درباره بیرون رفتن نیروهای روسیه از مرز اوکراین ندیده است. بعد لطوکوب یک ناظر برق در ناحیه 5 مقامات 2 کارمند این اداره را از کار برکنار کردند. حادثه 7 ینوری امسال روی داده. در آن ساکن ناحیه سید برهان‌الدین غیاسوف و پیوندانش گمان برند. مقامات میگویند قاسم ستاروف هنگام طلب پول برق در ناحیه 5 از کاسه‌خانه سر و بینی آسیب دیده است. جانب دیگر شرح ندادند. مقامات حالا تصدیق میکنند که رفتار ناظران برق گاه خوب نیست. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده.
مسئولین شبکه‌های برق جنوب در شهر بختر لطوکوب شدن ناظر برق را تصدیق کردند. ولی رجب علی بویکوف مهندس شبکه‌های برق جنوب ضمن نشست خبری اعتراف کرد که سرکشی همکار این شبکه باعث لطوکوب شدنش از طرف مشتریان شده است. هر یک نظارتچی برقی که در خانه میگردد حتما باید شما باید طلب کنید. این حقوق شرف هر یک شهروند است که در حقیقت آیا وای دارد اما حجت تصدیق که وای نظارتچی یا که ناظر یا کسی نباشد. برای در حقیقت خیلی وقتی که طلب میکنن و حجت هم پیشنهاد نمیکنن. در این حالت خیلی بعضی فکر می‌کنم دفعه پس بالا میشه بعدم خیلی بهشون جنجال رخ میده. قاسم ستارов ناظر برق در ناحیه 5 به مقامات انتظامی شکایت کرده است که 7 ینوری سال جاری سید برهان‌الدین غیاسوف ساکن جماعت شهرک ناحیه 5 با چند اعضای خانواده‌اش او را لطوکوب کرده است. اداره پلیس ناحیه 5 تفتیشات را آغاز کرده است. قاسم ستارов که جراحت سنگین برداشته بود گفت که وقتی او پرداخت برق را از خانواده سید برهان‌الدین غیاسوف طلب کرد ساکنان محل او را لطوکوب کرده اند. بعد این حادثه دو مسئول اداره برق ناحیه از وظیفه‌شان برکنار شده است. خاک ممکنه همین باشد. بعد ناحیه 5 اگر در سطح پس قرار دارد اوید جمهوری مبلغ میاریم و مقامات انتظامی حادثه را شهر نمیدهند. نظر جانب دیگر معلوم نیست ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از مناسبت بد ناظران برق میگویند. این درست است. خاک کار به کاملی نمیشه. در حقیقت وقتی که ما نظارتچی را قبول کار نمیکنیم حتما ما آزمون میگذرونیم. وقتی که آزمون می‌ذاریم در همون آزمون غیری که سوالات تکنیکی میشه باید معاشرت بین مردم چون که مردم تاجیکستان از مردم شریف تاجیکستان است. ناظران برق میگویند که ساکنان پول برق را سری وقت نمیسپارند که گاه‌ها میان آنها و ساکنان دعوا میشده است. قرض استفاده برق ساکنان ختلان با نظرداشت قرض سالهای پیش 111 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. معاون رئیس حکومت روسیه میگوید ضرور است که مسئله جلب مهاجران به ساختمان‌های در روسیه در دایره قانونگذاری حل کرده شود. مراد خوسنولین ضمن صحبت در دومه دولتی دعوت کرده است که تا قانون‌های سختگیرانه قبول شود که تا روسیه خود را از پهلوهای منفی مربوط به مهاجرت حفظ کند. ولی از سوی دیگر معاون رئیس حکومت روسیه اعتراف کرده است که مهاجران یک قوه کاری ارزان برای اقتصاد این کشور به حساب می روند. بیایید با چشم حقیقت نگاه کنیم. مهاجر نظر بر روسیگی ها 50% زیادتر کار می کند ولی 30% معاش کمتر می گیرد، گفته است مراد خوسنولین. پیشتر این مقامداری روسیه گفته بود کمبود مهاجران در ساختمان‌های روسیه یکی از سبب‌های اساسی بالا رفتن نرخ منزل در این کشور می باشد. پیشتر اتحاد کارفرمایان روسیه گفته بود فعلا در ساختمان‌های روسیه از 1.5 تا 2 میلیون مهاجر مهنتی نمی رسد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 فوریه را فرا می گیرد. феврали соли 2019 президенти тоҷикистон ба ҳамаи сохторҳои қудратӣ фармони бозгардони ба навиштаи ин санад афроди гумроҳшударо ба кишвар содир кард. манзур аз гумроҳшудаҳо онҳое буданд ки дар узвияти созмонҳои ифротгарову террористӣ гумонбар шуданд. амри вижа дар ҳоле дода шуд ки чанд сол пеш аз ин мақомот тавассути расонаҳои хабарӣ гуфтанд шахсони муттаҳам дар пайравӣ аз гурӯҳи 24 салафия ва ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ дар сурати пушаймон шуда ба кишвар баргаштанашон авф ва озод мешаванд. вале даҳҳо ҳолате расонаӣ шудааст ки аз бозгардони ғайриихтиёрии мунаққидони ҳукумат ва зиндонӣ шудани онҳо гувоҳӣ медиҳад. дар ҳоле ки шумори шаҳрвандони ҷӯёи кори тоҷикистон дар хориҷа беш аз 1 миллион нафар мебошад, дар як омори ғайримунтазира феврали соли 2008 собит шуд ки барои ҳазорҳо хориҷиҳо маҳз тоҷикистон макони аслии кору даромад будааст. ҳисоб шудааст ки аз миёни 15 000 коргари хориҷӣ бештар аз ҳама чиниҳо буда баъди онҳо шаҳрвандони афғонистон, эрон, туркия ва ӯзбекистон ҳастанд. 17 феврали соли 1918 нависандаи маъруф Садриддин Айнӣ дар ҳоле ки 40 сол дошт яке аз китобҳои муҳими таърихию таҳқиқотии сиёсиаш таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухороро ба забони тоҷикӣ навишта анҷом дод. 2 соле ки барои навиштани ин китоб сарф шуд, давраеро фаро гирифт ки Садриддин Айнӣ аз захмҳои сахту сангини 75 чӯби амири Бухоро муолиҷа мегирифт. таҳлили вазъи сиёсиву иҷтимоии аморати Бухоро, решаҳои ақибмондагиву ҷаҳолати саросарӣ ва зарурат ба ислоҳот аст паёмҳои аслии ин китоб будааст.
قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در شبانه روز گذشته بی تغییر بود. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سوم و 30 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سوم برابر است. بیننده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. تشکر که با ما هستید.